خب اومدیم این سکه‌ای که نزدیک 47 سال عمرشه رو تمیز کنشن، رنگ طلا بگیره. سالش هم 1359. با این کرمه اینو میذاریم اینجا. یکم داره کرمه رو باز کرم که کم میمالیم اینجا، کم زیاد مالیدم. این سکه رو میاریم اینجا، نماله به دستمون، همین رو برعکس کنیم، میمالیم اینو. میگم خیلی زیاد ریختم کم، بعد اینطوری پاکش کنیم. یه بوی خوبی هم داره قشنگین. حالا کدوم ورش پاکه؟ حالا کم دوباره اینجا میمالیم، یکم اینطوری. نما کنید چرا کثیف بود اینجا، کثیفی اینجا جمع شد. اینطوری میمالیم اینجا که قشنگ جلو بگیره. حالا این بری میکنیم، قشنگ پاکش میکنیم. سکه ها الان معلوم شد سالشو، 1359. نما کنید فوکوس بکنه. 1359. این هم جلوشه که قشنگ تمیزه، آنچنانی نشد ولی تمیز قشنگ بکنم. قشنگ تمیز بشه، طلایی شکل. اینم بفرمایید. بچه من آف ویدیو رفتم که اینم تمیزتر کردم براتون آوردم اینجا. اگه دوست دارید هر کانتنتی که دوست دارید براتون میخوام بسازم، توی کامنت ها بنویسید. اینم هست این طلایش فوکوس کن. خب فوکوس نمیکنه، دمتم گرم. لطفا حساب لایک کنید، هر ویدیویی که دوست دارید براتون بسازم بگید بهم که بسازم. خداحافظ.